اومد بگم منتها نگید کی بود، خواهش میکنم نگید کی بود. یکی از وزرا به من گفت یه خاطره فلانی داره، اگر رفتی فلان شهر برو خونش بگو خاطره رو بگه. ما فلانی رو در مکه دیدیمش، رفتیم جای مقرش، گفتیم که یکی از وزرا فلانی گفته شما یه خاطره داری، او خاطره رو میشه به من بگی؟ گفت نه خاطره بدیه نمیگم. گفت حالا شما آقای قرائتی هستی برات میگم، بگم نگم؟ این خاطره 40 دقیقه گفت تقریبا و چقدر هم نعره کشید و گریه کرد و ما گریه کردیم. او 40 دقیقه رو من 3 دقیقه بر شما میگم، خیلی در هم میپیچم خاطره رو. ایشون یک عارضه پیدا میشه برش میفته. خب جمعیتی از پاسدارا دورش بودن و ایشون رو سریع میبرن و میگفت یه مرتبه دیدم که گفتن شما آماده شو برای دنیای دیگه. خب ما وارد دنیای دیگه شدیم و گفتن چه کردی؟ گفتم کتاب‌های نوشتیم. گفتم قبول نیست. جبهه قبول نیست. پیشنمازی قبول نیست. درس خارج گفتیم. بابا کتابخونه قرض الحسنه. میگم هر چی گفتیم. گفتن نیومده اینجا. گفتن خب اینجا چیز ثبت نشده. حالا میخوای بگی چه کردی؟ نگاه کن به این صفحه. میگفت یه صفحه راستم. حالا اینا که میگفت خیلی مفصل میگفت، گریه میکرد که ریشم سفید شده، هیچی برای قیامت ذخیره ندارم. میگفت یه صفحه باز شد، تمام ریز کارام رو صفحه آمد. مال هذا الکتاب لا یغادر الا که بود اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم فبصرک الیوم حدید. قیامت خیلی مهمه، خیلی مهمه. مجرم در قیامت گیجه تر الناس سکارا، پیشونیشو فلز میذارن بهش، تکوا ها جباههم، جبهه پیشونی، هازا ما کنستان، پول خوابوندی به کسی ندادی وام، چشمش گریانه، خوش عن ابصارهم، صورتش سیاه میشه، تسود وجوه، لباش قلف میشن، نختم علی افواه، گاهی که باز میشه دوتا دستش رو گاز کنه، یه انگوش گاز نمیگیره، ای یعنی ناراحتم، همه دستش که خیلی ناراحتم، دوتا دستش رو گاز میگه، یعز الظالم علی یدیه، کله مجرم میفته پایین، ناکس رؤوسهم عند ربهم. امشب به امام رضا بگید اینا هست، دو سه شب دیگه نوبت ما میشه. گردن مجرم اذ الاغلال فی اعناقهم، قلب مجرم قلوبهم واجفه، شکم مجرم فقط امعاءهم، شرابهای جهنم مثل اسید تیکه تیکه میکنه، قطع میکنه امعاءهم. پهلوی مجرم فتوک وابها جباههم و جنوبهم، کمر مجرم یحملون اوزارهم علی ظهورهم، دست مجرم اوتی کتابه به شماله، پوست مجرم تشهد و جلود، پای مجرم مقرنین فی الاسفاد. ای آقا میگفت صفنه باز شدم، بعد گفتن خب چه بد کنیم؟ دیدم عبادتام هیچی ثبت نشده، خلافام همه ثبت شده. یک نعره کشیدم، گفتم من علی را هم دوست نداشتم، من فاطمه را هم دوست نداشتم، تا گفتم من ولایت هم نداشتم. گفتن چرا؟ همین نخی که تو مونده همین بوده، تو اینا رو دوست داشتی؟ برگرد، ولی هیچ کدوم کارات برای قیامت ثبت نشده، برگرد از نو و شروع کن به قرآن. تو برای قرآن کاری نکردی. این 4 دقیقه تموم شد. این 4 دقیقه 40 دقیقه بودم. میگم وقتی برگشتم، وقتی که توی احسان دستم قلف شد، بعد دیدم پام تکو خورد، بعد دیدم لبم شل شد، چشمم تونستم باز کنم، چشمم باز کردم، دیدم دور تختم همه دارن گریه میکنن. قبل از آنیم که این صحنه پیش بیاد، میگم من دیدم پام شل شد، دستم دیگه تکون نمیخوره، ترسم لبم قلف شه، گفتم صدا بزنم، گفتم فلان زود فامیلا خبر کن، نفس آخره. میگفت اینم گفتم، رفتم دیگه. اون صحنه ها رو که دید برمیگردن، گفتن تو رو به خاطر ولایت برمیگردونیم.
میگفت چشم وا کردم دیدم پسرم بالا سر با همه فامیل گریه میکنه. گفتم که من نعره هم کشیدم، چون وقتی دیدم دستم خالیه گفتن هیچ کاری ثبت نشده، نعره کشیدم. گفتم من فاطمه رو هم دوست نداشتم، علی رو هم دوست نداشتم. میگفت چون نعره کشیدم، گفتم بی جلو در گوش بچه‌م گفتم آیا من نعره هم کشیدم؟ چون تو اون دنیا نعره کشیده بود. گفت نه نعره نکشیدی. ولی آقا جون 2 ساعته چنون میلرزی که هرچی تخت نگه میداریم تکون بخوری. ببین آقا جون زیر پرینت خیس شد، پیرنت خیس شد، پتوها خیس شده، انگار سطل آبه. میگم منو برم میگردونم. این صحنه ها برای ما هست. به امام رضا بگید حلش کنه. من به امام رضای تو گفتم آب کثیف که میده تو باغچه گل میشه. آیا حرم تو از باغچه کمتره؟ آیا تو از گل کمتری؟ آیا من از نجاست پسترم؟ آب کثیف میره تو باغچه گل میشه. قصه رو باید حل کنید. و شاید هم این ماه رمضان آخر ما باشه. و ما گفتن نماز میخونی صل صلات مودع، فکر کن نماز آخرت شاید آخرین زیارت ما باشه. و جز عفوم راهی دیگه نیست برای نجات. کتاب چاپ شد، تفسیر نوشتم، درس خارج خوندم، گفتم ایدئولوژی، جهانبینی، اینا هیچ کدومش ذخیره قیامت آدم شک داره میشه یا نمیشه. چون کارای ما 3 تا آفت داره. یا اولش خرابه با ریا و سمعه، یا برای خدا شروع میکنیم وسط کار غرور میگیردمون، یا آخر کار حبط میشه.